این زامبی برای اینکه بتونه با آدم‌ها کنار بیاد یه نقشه کامل کشید که تبدیل به انسان بشه. صبح سنگ میزد به لونه‌های پرنده تا کنترل بدنش بهتر بشه. زهرا با چاپستیک حبوبات برمی‌داشت تا انگشتاش انعطاف‌پذیرتر بشه. توی همین لحظه‌ها شاخه درخت می‌جوید و تمرین جمله‌های سریع می‌کرد تا دوباره بتونه حرف بزنه. شب‌ها روی تردمیل راه می‌رفت تا راه رفتن کند زامبی‌ها رو ازش دور کنه. حتی با سرعت 3.5 متر بر ثانیه هم می‌افتاد، اما هیچ وقت تسلیم نمی‌شد. تمرینش از بهار تا زمستون ادامه داشت و آخرش بالاخره تردمیل رو شکست. حالا میتونه سریع بدوه، چاپستیک رو درست استفاده کنه، حرف بزنه و حتی رپ بخونه. یه روز که دنبال غذا توی کوه‌ها میگشت، شاهد یه قتل شد. بعد از اینکه قاتل رفت، جسد رو گشت و یه کلید و یه کارت شناسایی پیدا کرد. متوجه شد مقتول یه کارگاه خصوصی بوده. زامبی تصمیم گرفت هویت مرد رو بگیره و بین آدم‌ها زندگی کنه. با آدرس روی کارت شناسایی به دفتر کارگاه رسید. اما وقتی در رو باز کرد، دید همه جا پر از آشغال شده. یخچال رو باز کرد و دید نون و آبجو هست. همون لحظه اونا رو خورد و بعدش بالا آورد. چون زامبی‌ها نمیتونستن غذای فراوری شده بخورن. اونا فقط میتونستن گوشت بخورن. اون نمیتونست بره و مردم بخوره. پس تصمیم گرفت کار پیدا کنه و پول جمع کنه برای خریدن گوشت. به زودی اولین پروندهش رو گرفت. مشتری ازش خواست تگ گم شدهش رو پیدا کنه. زامبی خیلی خوشحال شد و فوراً قیمت داد. آدما 1000، حیونا 500. خیلی تعجب کرد چون مشتری بلافاصله قبول کرد. از نظر کارگاه 500 یعنی 5 میلیون و این کافی بود برای خرید کلی گوشت. اما نمیتونست با ظاهر زامبی بره بیرون. همون موقع یه تبلیغ آرایش روی کامپیوترش اومد. یه کرم سفارش داد و صورت و گردن و همه پوست زامبیش رو کرم زد. بعدش یه کت بلند پوشید و رفت که با مشتری ملاقات کنه. اما وقتی رسید فهمید مشتری فقط یه پسر کوچولو بوده. پولی که اون داشت تقریبا $1 بود. حتی کرم آرایشش رو هم نمیشد باش بخره. همون لحظه عمه پسر رد شد. مرد سیاه‌پوش کنار بچه رو دید و فکر کرد آدم رو باره. خواست اونو ببره کلانتری، اما زامبی جرئت نداشت بره اونجا. وحشت کرد و فرار کرد. زن دنبالش دوید و کلاه یه پیک موتوری رو مثل پرتاب وزنه بهش زد. کلاه خورد به مردم، بیهوش افتاد. زن با وحشت دوید و پوستش رو لمس کرد. دید که اون سرده و هیچ ضربان قلبی هم نداره. فکر کرد اونو کشته. آمبولانس اومد اما هیچ کاری نتونستن بکنن. مانیتور قلب صاف مونده بود و زن کاملا ترسیده بود. اما بعدش